علمایی که شبها و روزهای خود را به خاطر دین سپری کردند، در سلولهای زندان قرار دارند، مالهایشان را از دست دادند، اولادهایشان را از دست دادند، بسیار مشکلات را در راه دین متحمل شدند. خصوصا شیخ عبدالظاهر داعی حفظه الله و شیخ استاد معروف راسخ حفظه الله و دیگر علمای اهل حق اهل توحید که در هر گوشه و کنار دنیا قرار دارند. برادران محترم، قبول کنین امروز فتنه مثل دریاوری موج میزنه، بحر الفساد است. کسایی که حق گوست، کسایی که حق را بیان میکنن، اونها به نام تکفیری، به نام خوارج، به نام استخبارات، به نام این یاد میشن. و کسایی که علمای سوی درباری، علمایی که به خاطر رضایت مردم میکوشند که مردم از این راضی شود و به رأی مردم حرکت میکنن، اونها شدن اهل حق. همه چیز برعکس شده. سبحان الله. اما این را باید ما و شما بدانیم که عزت در دست الله سبحانه و تعالی است و ذلت هم در دست الله سبحانه و تعالی است. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون لا يفقهون. عزت در نزد الله سبحانه و تعالی است، عزت در نزد مؤمنین هست، عزت در نزد رسول الله هست. ولیکن منافقین تفقه ندارن، علم ندارن، فهم ندارن، بینش ندارن. شب و روز دنبال اهل حق چی میکنن؟ تاخت و تاز میکنن. الله عزوجل اینها را هدایت بکن. اگر قابل هدایت نیست، الله سبحانه و تعالی رسوا و ذلیلشان بگرداند.